اومدیم که تمامی سوالاتی که شما پرسیده بودیم و یه سری سوالم که آقا عرفان از خودش استخراج کرده، تمامی این سوالا رو با هم دیگه بپرسیم و من بهش جواب بدم. میفرمایید؟ بله. ولی خب یه چیزی نگفتی. این بازی یک قانون داره آقا کرش. قانونش اینه که دو تا راه بیشتر نداری تو این بازی. یا باید جواب بدی یا جوابت میکنه برات. در هر صورت باید جواب بدی. ما راه بازگشت نداریم، یا جواب میدی یا جواب ازت میگیرم. بله. بعد اگه سوالا سخت باشه بهتر برای ما مثل مسئولی نداریم. بزنیم سراغ این ویدیو. پس لایک و سابسکرایب فراموش نشه. کانال آقا عرفان داخل دیسکریپشن هست. همین ویدیو با همین صف فقط جابجا بودیم با هم دیگه. آره با همین کوالیتی یه ویدیو براتون گرفتیم عالی. فقط یه فرق داشت اون ویدیو. خب بزن بریم سراغ اولین سوالی که بچه‌ها شما پرسیدن. بله بفرمایید. یه بیوگرافی از خود بده که بچه‌ها شما یک آشناییتی داشته باشه. کیارش متولد 10/8/1390 تقریبا 3 ساله که وارد یوتیوب شدم و داخل خراسان رضوی زندگی میکنم. بریم سراغ سوال دوم. چی شد که یوتیوب شروع کردی؟ من کلا علاقه به بازیگری و فیلم درست کردن اینا زیاد داشتم متاسفانه. پیش میام عادی. کلا علاقه به بازیگری و فیلم و اینا زیاد داشتم و یهو وارد یه سایتی شدم که کاش نمیشدم. وارد سایت آپارات که از اون موقع ما رو آره دیگه. ویدیو قراره با هم دیگه هر کسی واسه خودش یه بازیگر و یه مستربیس ایرانیه و ما اومدیم سری یه ویدیو گرفتیم گذاشتیم، کلی هیت گرفتیم، ویدیو رو پاک کردم و بنا بساط جمع کردم اومدم یوتیوب. بزن بریم سراغ سومین سوال و سخت‌ترین سوال اینجا. هدفت از یوتیوب چیه؟ هدفم معروفیت، محبوبیت، درآمد خوب، ولی متاسفانه از درآمد خوب فعلا صفرشو گرفتیم. خب یک سال شما اگر درآمد صفر گرفتی، هم معروفیت چقدر گرفتی، محبوبیت چقدر گرفتی؟ یه سال همینجا پرسن پشمات داری. چی بود سال؟ اگه 1 میلیارد همین الان جرینگی بیاد تو کارت، یعنی همین الان کارت کش بیاد یوتیوب ول می‌کنی سیکتیر تو بزنی یوتیوب بیرون؟ نه. نه دیگه. چرا؟ چون اگه به موفقیت برسم شاید بتونم بیشتر از اینا داخل یوتیوب در بیام، ولی اگه همینجوری 1 میلیارد رو میدی بده برام واسه خودم یکم خرج کنم، بریم واسه ویدیو خرج کنم. من یه سوال ازت دارم. بله. تو اگه ما بپرسیم مثلا اینجکت تو تا 5 سال دیگه 100 کا بشی، خب اون 1 میلیارد هم الان بهت بدم میتونی بیزینس درست بکنی. بزینس آره. که تو بتونی تا 5 سال دیگه 3 برابر پول در بیاری. خب ریدم تو مغزت. خب بزن بریم سوالی که شاید همتون درگیر باشه. بچه کیارش از ویدیوی روم تور که گرفته بله. 8 ماه فکر کنم میگذره یا 1 سال تقریبا. 1 سال. الان تجهیزاتت چیه؟ آیا میخوای روم تور بگیری؟ متاسفانه نه، روم تور نمیگیرم، ولی خب اگه درخواست‌ها زیاد بشه شاید مثلا یه سری از یوتیوبرها برم واسه سال دیگه بگیرم. بعد تجهیزاتم هیچ فرقی نکرده. آره فقط یه لحظه. چراغ مطالعه اینجا اضافه شده، این درستش کردم. بزن بریم سراغ سوال بعد. بله. بدترین سوتی که تا حالا تو جمع دادی چیه؟ این سوال رد نداشت نه؟ نکس نداره این سوال. چرا داداش بذار بیا مجاز. نه نکس نداره. خب میگم داره یا نداره. سه دوستان، سه عزیزان، شادی شادی روی مرحوم کیارش یوتیوبر دیدم. چی؟ آره توی جمعی بودیم، متاسفانه بچه بودم، 5 سالم بود. خب بزن بریم سراغ سوال بعدی. اگه برگردی عقب چه چیزی رو تغییر؟ واقعا این که وارد یوتیوب شدم تغییر میدم، جدی. چرا؟ چون فکرم الان خیلی درگیر شده تو این سن. متاسفانه با عرض خیلی پوزش یوتیوبو خیلی دوست دارم، همیشه هم هستم، ولی خب متاسفانه دغدغه فکریم خیلی بیشتر شده. یعنی با سن 15-16 سال دغدغه ما و آقا عرفان هم هست. آقا عرفان هم بگیم نه من دشواری ندارم. نه فقط الان 3 روزه داریم ویدیو ضبط میکنیم و کلا سرجم 8 ساعت خوابیدیم. 23 روز که میشه تقریبا 60 خورده ساعت ما 8 ساعت خوابیدیم. خب بزن بریم سراغ سوال بعدی. تا حالا فیک زدی تو این چند سال کاری؟ فیک نه،
خب ویدیویی نمیسازم که قرار بشه فیک بزنم. آها برای ویو حساب اینا نه. تو فکر نکنه بشه. در یک صورت هست. یک کانالایی هستن من دیدم، یعنی تو تلگرام تو اینا تازه بعضی من ویدیو ساختن در مورد. میری بهش پول میدی، اون انگار مثلا 2000 تا 3000 تا ممبر داره، یا میاد برات ساب میزنه یا برات ویو اولیه میزنه. ما نه از این پولا داریم که به کسی بدیم، نه از این شانس ها. بگیم حداقل بالا 40 میلیون. بریم سراغ سوال بعدی. 5 سال دیگه خودت کجا می‌بینی آقا کیارش؟ اگه یوتیوبی باشه یه جای خیلی بالا، یعنی سعی میکنم توی 5 سال دیگه از همه لحاظ خفن بشی واقعا، چون به کاری که علاقه داری هیچ وقت نمیتونی با چیزی معاوضش کنی، نه با پول نه با هر چیز دیگه، کسی جلودارت نیست. ولی خب بزرگترین ترست تا الان چی بود؟ بزرگترین ترسم غیر از دست دادن خانواده، چون این ترس همه هست. آره بزرگترین ترسم این بوده که به چیزایی که میخوام نرسم. فرقی هم نداره هر چیز، یعنی بزرگترین ترسم اینه اگه به فرض مثلا منی که همین الان مثلا روی دارم که مثلا دوست دارم تو یوتیوب معروف شم و اینا، مثلا یکی از ترسام اینه که یهو یوتیوب بگه نه کلا ایرانی‌ها دیگه هیچ چیزی که ایرانی‌ها رو شناخته بشن، هیچ کدوم از سرورهای ایرانی که شناخته بشن نمیتونن وارد یوتیوب شن. اینا این واقعا یکی از ترسامه، ولی خب 100% ترسم نیست، ولی خب ترسایی دارم که آره ما کراش سال پیش بود تقریبا، بله. یادت باشه ما با کراش اینجوری بودیم که تابستون شروع شد بریم ویدیو بگیریم، این قضیه پیش اومد. ما تقریبا تا 1 ماه جدی دارم میگم تو این بودیم که چیکار کنیم غیر از یوتیوب. اصلا نکن بذار بهتون بگم چجوری بود. فکر کنم مثلا ما هدفمون اینه که مثلا به این خودکار برسیم، خب بعد میان خودکار از ما میگیرن، ما هم کل هدفمون همون خودکار است. بعد اصلا یک جوری شده بودیم، ولی خب باز شد فعلا که بازه و فعلا ما سعی میکنیم کل صدمون رو بذاریم تلاش کنیم و به جایی که میخوایم برسیم. بزرگترین دروغی که تا حالا تو یوتیوب گفتی بود چیه؟ اینکه همه ویدیوها سناریو دارن، یعنی اینجوری نیستن که همه چی رندوم اتفاق بیفته. مثلا تک تک ویدیو حداقل سناریویی دارن که مثلا ما برنامه‌مون بوده الان مثلا ما نمیگیم الان همین ویدیو سناریو داره، ببینید حالا چه تو کاغذ یا چه تو ذهن. مثلا همه ویدیو سناریو دارن و اینجوری نیستن که یهویی مثلا میگیم یه همچی اتفاق افتاد. آره یه سری اتفاقات که داخل ویدیو میفته اونا واقعا جدی واقعی ان، یعنی دست ما نبوده. یا مثلا داخل یه سری از ویدیوهای ترسناک که با آقای عرفان گیتیم یه سری اتفاقات افتاده، اونا واقعی ان، جز سناریو نیستن. ولی خب همه ویدیو سناریو دارن، یعنی خیلی رندوم نیومدن تو ذهنمون اونجا بگیم. همه ویدیو سناریوی خودشونو دارن، هم من هم آره دیگه فرقی نداره، ولی خب بعضی جاها هم من تصمیم میگیرم هم تو تصمیم میگیری، چه به خاطر فان ویدیو چه به خاطر هر چیزی بخش اضافه کنیم دیگه. بله. خب بریم سراغ 2 تا سوال آخر واکرش. بله. استرس داریم خیلی. بزرگترین اشتباه زندگی چی بوده که تو ذهنت اینجوری بوده که ای کاش اون اشتباه رو انجام نمیدم؟ بزرگترین اشتباه زندگیم به نظر خودم این بود که از سن کوچیک خیلی چیزا رو فهمیدم. واقعا بزرگترین اشتباه زندگیم بود، یعنی من کاری به هیچی ندارم، این که مثلا فهمیدم اگه یه سری چیزا نباشه یه سری چیزای دیگه اتفاق نمیفته، همون که میدونید. یعنی با توجه به سنمون الان همسنای من یه سری‌ها رو میبینم حالا دارم باشیم بازی میکنن، ولی من متاسفانه اصلا پیر شدیم آقا سر این کار. اصلا دیگه این سوال هر تو چی شد که با من آشنا شدی؟ آقا ما یه زمان باشگاه کاراته میرفتیم، اینو داخل هم ویدیو گفتیم، ولی خب حالا بذار من این نکات اضافه کنم که تو اصلا نمیدونستی تا الان میخواد بفهمی. خب ما اصلا کاراته که کلا یادم نیست بچه، من اصلا کلا کیارش از کاراته کلا یادم نیست. من یادمه من یادم نیست. خب بعد من گیارش کجا دیدم؟ تو آپارات میخواستم فعالیت کنم، یک نفر از دوستای شما اومدن گفت که گیارش هم ویدیو میذاره، فکر کنم از همکلاسیات بود، ابوالفضل. بعد اینجا بودم چه جالب، از مثلا از منطقه ما از این همسایه اینا ویدیو میذاره، به چه جالب. رفتیم ویدیوشو نگاه کردیم. جدی در اون زمان که مثلا بچه 8 ساله میومد ویدیو میذاشت، سیاه همه چیش اوکی بود، کیارش نورپردازیش خوب بود، ویدیوش خوب بود، ایده داشت و من اینجا بودم به به آقا کیارش. با اون زمان من داخل یوتیوب کلا 3 تا ساب داشتم، یعنی اونم نمیدونم چه جوری گرفته بودم، کلا 3 تا سابسکرایب داشتیم. آره 3 تا صلوات.
بعد آقا عرفان رو من اینجوری که گفت چجوری به این موفقیت رسیدیم، ما هم دیگر داخل یه عروسی دیدیم، مثلا عروسی از کجا بود و اینا. آقا عرفان گفت که خب نه قبلش داخل یه عروسی هم گفته بودیم مثلا چجوری پیشرفت کردی به همچین موفقیتی رسیدی و اینا. من اینجوری بودم باریکلا اصلا موفقیت 100%. و اونجا دیگه ما آقا عرفان رد شدیم. آقا عرفان خیلی دارم به احترام میذارم. آقا عرفان چه و ما داشتیم از داخل یه خیابون رد میشدم، من جای یه مغازه کامپیوتر فروشی بودم و عرفان اومد گفت از تو زدم بالا داخل کجا آپارات. بعد اومدم گفتم چه جوری اینو، گفت بزن عرفان جی آر 150 تا فیک یهویی بوم. دیگه گذاشته 150 تا ویدیوش مثلا هر کدوم 10 تا 15 تا ویدیو گرفت و من اینجوری بودم چه جوری میشه. بعد دیگه هیچی چنل روبیکا زدیم فلان اینا اینجا بودن چنل روبیکا زده آقا کرش. رفتم تو روبیکا نبود کلا چنلش انگار چی بهش میگن کلا ما چنل آره چنل. بعد اصلا هم فکر نمی‌کردم یه روز قرار بشه سهمیتن رفیق من که خدا. بدترین اتفاقات زندگیم این بود که با عرفان آشنا شدم، ولی خب متاسفانه الان یه مقداری به روی خوبه استفاده میشه و اینکه ما الان دوباره چنل تلگرام زدیم و من تلگرامم در حال حاضر الان یعنی الان خراب شده خب و بالا نمیاد تلگرامم، ولی لینک چنل تلگرام براتون میذارم توی همین حوالی. سعی میکنم تلگراممو درست کنم و اونجا فعالیت داریم، با آقا عرفان حرف میزنیم و دیگه هزار تا از این چرت و پرتا. خلاصه جلوترید از بچهای یوتیوب، بیاین تلگرام. خیلی ممنونم که تا این لحظه از ویدیو بودین و دیدین و راستی یادتونه که چنل تلگراممون داخل دیسکریپشن هست و همچنین چنل آقا عرفان. بله و بچه‌ها اگه این ویدیو 100 تا لایک بخوره یعنی ویدیو دوست داشتید، ویدیو بعدی چیکار می‌کنیم؟ ویدیو بعدی یکی از بمب‌ترین ویدیوهای چنل رو میگیریم که هم ترسناک باشه ولی اگه 100 تا لایک گرفت امیدوارم 100 تا لایک. آره هر کسی اگه ویدیو 500 تا ویو بخوره هر کدوم یه لایک بزنید 100 تا لایک تموم شد جور شد. 500 تا ویو بخوره چند تا ویدیوهای بعد و آقا عرفان و کیارش بعد فعلا خدافظ.